ژاپن بار دیگر قدرت هنری سینمای خودش رو به رخ مردم و تمامی استودیوهای بزرگ جهان کشید. فیلم سینمایی گودزیلا منهای یک، اثری در ژانر هیولایی به کارگردانی تاکاشی یامازاکی در سال 2023 به روی پرده سینماها رفت و به یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های سال تبدیل شد. این اثر که 37مین قسمت از مجموعه فیلم‌های گودزیلا و 37مین فیلم گودزیلایی شرکت توهو محسوب میشه، داستان کشور ژاپن بعد از اشغال توسط یک هیولای غول‌پیکر رو روایت میکنه. ریونوسوکه کامیکی، مینامی هامابه، یوکی یامادا، مونتاکا آوکی، هیدتاکا یوشیوکا، ساکورا آندو و ساساکی کورانوسوکه از جمله بازیگران این فیلم هستند. با تحلیل فیلم گودزیلا ماینس وان با سایکو فیلم همراه باشید. گودزیلا ماینس وان در اول نوامبر 2023 در 36مین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو به عنوان فیلم پایانی به نمایش درآمد و سپس در 3 نوامبر 2023 به مناسبت 70مین سالگرد این حق امتیاز در کشور ژاپن اکران شد. گودزیلا ماینس وان در گیشه نیز عملکرد موفقی داشت و با فروش 116 میلیون دلار در سراسر جهان به سومین فیلم پرفروش ژاپنی سال 2023 تبدیل شد. نکته جالب اینجاست که گودزیلا ماینس وان تنها 15 میلیون دلار بودجه داشت. داستان فیلم سینمایی گودزیلا منهای یک در دوران جنگ جهانی دوم روایت میشه. شخصیت اصلی فیلم یک خلبان جنگی به نام کویچی شیکیشیما بود که پس از نجات پیدا کردن از حمله گودزیلا به شهر خودش برمیگرده و متوجه میشه که خانواده‌اش رو از دست داده. در همین حین او با نوریکو، یک دختر بی خانمان، به همراه یک نوزاد آشنا میشه و به اونا در خونه خودش سرپناه میده و ماجرا با ورود گودزیلا به شهر پیچیده میشه. گودزیلا منهای یک توسط منتقدان و کاربران با نمرات بالا و خوبی همراه بود. این فیلم از وبسایت متاکریتیک نمره 81 از 100، در وبسایت راتن تومیتوز نمره 98 از 100 و از وبسایت IMDb نمره 8.1 رو دریافت کرد. یکی از جنبه‌های برجسته فیلم سینمایی گودزیلا ماینس وان بخش داستانشه. این اثر برخلاف فیلم‌های گودزیلا که در هالیوود ساخته میشه، روی مبارزات و صحنه‌های اکشن تمرکز کمتری داره و سعی میکنه با شخصیت پردازی قوی و بار احساسی داستان مخاطب رو روی صندلی میخکوب کنه. در اوایل فیلم شاهد فروپاشی اقتصاد ژاپن هستیم و مشخصه که دولت سعی داره به هر صورتی اداره امور رو به دست بگیره. مردم به دنبال غذا و سیر کردن شکم خودشونن و شهرهای خرابه بر اثر جنگ رو مشاهده میکنیم. تمامی این نکات به بهترین شکل ممکن تصویر سازی شدن و هر بیننده‌ای با حال و هوای اونا ارتباط برقرار میکنه. تمامی شخصیت‌هایی که در داستان حضور دارن، از اصلی تا فرعی، همگی شما رو مجذوب میکنن. این همون چیزیه که فرانچایز گودزیلا کم داشت و ما نیاز داشتیم که اونو ببینیم. تمرکز بیشتر روی شخصیت‌ها و جوانب احساسی داستان نسبت به صحنه‌های اکشن و جلوه‌های ویژه این فیلم رو هر لحظه جذاب‌تر میکنه. در تمام طول داستان ما شاهد لحظات احساسی، حماسی، غم‌انگیز و کمدی هستیم که هر کدام به اندازه و در جایگاه درستی قرار گرفته‌اند. نمیشه گفت که داستان گودزیلا منهای یک بی‌نقصه، زیرا نکاتی در فیلم دیده میشه که به داستان فیلم لطمه وارد میکنه. گودزیلا به عنوان یک هیولای شناخته شده که بر اثر اشتباهات انسانی از دنیای زیرین دریا به بیرون میاد تا از سیاره خودش محافظت کنه. البته تمامی حرکات این هیولا در طول فیلم با همین هدف پیش میره، اما توضیحی در این مورد نمیبینیم و حتی این سوال به وجود نمیاد که چرا گودزیلا به شهر حمله میکنه؟ تنها برای فتح قلمرو؟
نکته دیگری که داستان این فیلم رو بسیار عجیب کرد زنده موندن نوریکو از انفجار اتمی بود. در انتهای فیلم شیکیشیما متوجه میشه که نوریکو هنوز زنده است و به دیدنش میره. اون هنوز زنده است اما یکی از چشماشو از دست داده. با توجه به انفجار مهیبی که به وجود اومد و اون چیزی که ما تو فیلم دیدیم، انتظار نمیرفت کسی از این انفجار بزرگ زنده بیرون بیاد. فیلم حتی توضیحی در مورد اینکه اون چگونه نجات پیدا کرده نمیده. حتی نوریکو میتونست همراه با شیکیشیما از اون انفجار جون سالم به در ببره، اما شیکیشیما رو به پشت دیوار هل داد و خودش در مقابل انفجار ایستاد. کارگردان میتونست سکانس فداکاری اونو کمی منطقی تر بسازه تا برای مخاطبم بهتر جا بیفته. البته نکاتی که گفته شد بسیار کوچیکن و ضربه بزرگی به فیلم نمیزنن. گودزیلا منهای یک کار خودش رو در بخش داستان خیلی عالی انجام داد و تونسته انقلابی در فرانچایز گودزیلا ایجاد کنه. گودزیلا ماینس وان تونسته با یک ساختار چشم‌نواز و فوق‌العاده بینندگان رو مجذوب خودش کنه. اولین نکته‌ای که در این فیلم توجه مخاطب رو جلب میکنه جلوه‌های ویژه است. جلوه‌های بصری در این فیلم کیفیت خوبی دارن و حتی در برخی موارد ما رو شگفت زده میکنن، اما گاهی شاهد افت کیفیت هستیم. البته توجه داشته باشید که این فیلم تنها با 15 میلیون دلار بودجه ساخته شده. فیلم‌های مشابه اون که توی هالیوود تولید میشن و بعضاً در اونا جلوه‌های بصری ضعیفی هم می‌بینیم با 200 میلیون و حتی بیشتر تولید میشن. سینمای ژاپن با منابع محدود و بودجه کم تونسته یک شاهکار تحویل مخاطب بده. سکانس‌هایی رو در فیلم شاهدیم که ما رو سر جای خودمون میخکوب میکنن. برای مثال میشه به لحظه انفجار اتمی که توسط گودزیلا رخ داد اشاره کنیم. احتمال داره که این صحنه اشاره غیر مستقیم به انفجار بمب اتم در هیروشیما داشته باشه. گودزیلا گاهی در این فیلم عروسکی به نظر میرسه و طوریه که انگار داریم به یک موجود مصنوعی نگاه میکنیم. فیزیک حرکات این هیولا به عقیده من میتونست خیلی بهتر باشه. چیزی که در این فیلم بارها تجربه کردیم ترس از گودزیلا بود. این هیولا به شدت ترسناک ساخته شده و در سکانس های اکشن به قدری خوب ظاهر میشه که ترس و دلهره تمام وجود ما رو میگیره. سکانس تعقیب و گریز گودزیلا و قایق چوبی با هنرنمایی تمام به تصویر کشیده شده و ما رو به یاد فیلم آرواره ها از استیون اسپیلبرگ میندازه. فیلم برداری گودزیلا منهای یک فوق‌العاده است و شات‌های بسیار خیره کننده‌ای رو در طول فیلم شاهدیم. برای مثال ما در سکانس انفجار اتمی یک شات رو می‌بینیم که در اون گودزیلا، مردم و لحظه انفجار به صورت همزمان دیده میشن. به طور کلی این فیلم در بخش ساختار عملکرد خوبی داشته و تونسته با کمترین بودجه ممکن اثری شاهکار رو به مخاطبان در سراسر دنیا تحویل بده که هالیوود به هیچ وجه نمیتونه نظیر اونو بسازه. به طور کلی این فیلم در بخش ساختار عملکرد خوبی داشته و تونسته با کمترین بودجه اثری شاهکار رو برای مخاطبان به نمایش بذاره که هالیوود به هیچ وجه نمیتونه نظیر اونو بسازه. این اثر با ارائه یک داستان احساسی و حماسی، جوانب زیادی از جمله انسانیت، فداکاری و وطن پرستی رو به تصویر میکشه. توصیه میکنم اگر به دنبال یک فیلم هیولایی با یک داستان معرکه هستید، سریعاً به تماشای گودزیلا ماینس وان بپردازید. شما نظرتون درباره فیلم گودزیلا منهای یک چی بود؟ لطفاً نظرات خودتون رو در بخش کامنت با سایکو فیلم و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.